میریم سراغ تست‌های کنکور. داغ سراسری ریاضی 91. He has not seen his old friends جای خالی. He arrived here last week. گزینه 1 since، 2 when، 3 so that، 4 so as to. خب بچه ببینید ما با نگاه به قبل جا خالی همیشه در کنکور قبل جا خالی نگاه کنید. اگه نشونه ندیدین بعد جا خالی نگاه کنید. خب نشونه ما چیه؟ have pp و has pp ماضی نقلی میشه، جوابش هم تو کنکورا since میشه. بله گزینه 1. اما سراسری تجربی 90. He always listened to the radio جای خالی driving his car. بچه قبل جای خالی هیچ گونه نشانی وجود نداره. نگاه میکنیم بعد جای خالی ing وجود داره. چی میگیم؟ میگیم از اوایل با فعل ing دار میشن پدیدار. یه نگاه به ing و نگاه بعدی گزینه 1. پس نشون میده که با نگاه زیر 5 ثانیه میشه زد. نگاه اول و نگاه دوم. سینس و ودر. اولا ودر با اور میاد، ثانیاً از راه تکنیک تی بی رد گزینه ما سینس رو با بیکاز رد میکنیم چون با هم مترادف هستن. چون که اینم از تجربه 90 سراسری که به زانو در آوردیم. اما میریم برای تصویر سازی واژگان که ابتکار خود بنده در ایران هست. اینجری به معنی جراحت، اینجوری مجروح شد. چه جوری؟ اینجوری مجروح شد. بند خم شدن، خم کردن. بچه به حرف آخر نگاه کنید. بند خم شد تا اند. بند خم شد تا اند. هدینگ تیتر، عنوان. هدینگ اول هر ریدینگ. فلکسیبل انعطاف پذیر، هم شل هم ول. فلکسیبل انعطاف پذیر، هم شل هم ول. و بالاخره ریلیز آزاد کردن، آزاد شدن. آزاد میشه از همه چیز. بچه تمام این تکنیک ها از ذهن من تراوش شده برای اینکه شما بتونید به طور فوق حرفه‌ای این تکنیک ها رو یاد بگیرید، چه گرامر، چه واژگان، چه ریدینگ، و میتونید راحت به اوج موفقیت برسید. البته به شرطی که با شماره‌ای که اعلام میشه با مشاور محترم برنامه در تماس باشید تا به اوج موفقیت برسید. دوستان عزیزم، برای همه شما عزیزان بهترین حال آرزو میکنم. خدا نگهدار و به امید دیدار.